بلندترین شب سال، شبی که برای ایرانی‌های باستان فقط یک شب نبود، یک نبرد بود. حدود 4000 سال پیش قبل از هخامنشیان، مردم ایلام و آیین مهر متوجه یک الگوی عجیب شدند. این شب از همه طولانی تر است، اما بعد از آن روزها شروع به بلندتر شدن می کنند. برای آنها این یعنی پیروزی نور بر تاریکی، تولد دوباره خورشید و پایان قدرت شب. برای همین نامی انتخاب کردند تا این لحظه برای همیشه در تاریخ بماند: یلدا. یلدا یعنی زایش، یعنی تولد. و حتی برای این شب نماد هم انتخاب کردند تا به یاد موندنی تر بشود. انار نماد زندگی و زایش، هندوانه یادآور گرما و خورشید، خشکبار تا بگویند حتی در سردترین شب سال زندگی جریان دارد. نور باز می گردد و روزها دوباره نفس می کشند. اگه این باور 1000 ساله رو حس کردی، لایک کن، نظرت رو برامون بنویس و برای قصه های بیشتر از تاریخ کانال رو سابسکرایب کن.